در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. یک گلاس شیر به دنیا برای من و تو درست و صحیح میسر نمیشه. وقتی میسر هم شد میگن زیاد نخور که شاید که معده درد بشی، در هوای گرم ننوش، در چی فصل بنوش، چنین حرفا. اما بهشت انهار من لبن لم یتغیر طعمه، اصلا مزه تغییر نمیکنه، تاریخی تیر نمیشه. و انهار من خمر لذت للشاربین، جوهای از شراب. ای انسان، تو کسی که با شراب گندیده دنیا که رجس من عمل شیطان گفته شده، تو کسی که به شراب دنیا رو به لب نگذاشتی، این شراب در انتظار تو هست. شرابی که لذیذه، با لذته. و دیگه چیه؟ و انهار من عسل مصفا،
یک شیشگک خورد عسل من و تو میریم بالاخره از بازار بگیریم، یکی میگه عسله، یکی میگه نیه، یکی میگه شکر داره، یکی میگه بالاخره اصلیه یا نیه. الله میگه جوهای عسل برای تو آماده شده، عسل مصفا، پاک، پاکیزه. به به به. ولهم فیها من کل الثمرات، در بهشت برای تو هر نوع میوه آماده شده. رأس همه ای گپا و مغفرت من ربهم، آمرزش الله، رضایت الله. حالا ادامه بیان میکنه، میگه کمن هو خالد فی النار و سوق ماء حمیما فقطع امعاهم. آیا این برابر با او کسی که به جهنم میره؟ به جهنم و سوق ماء حمیما، به جهنم آبهای گندیدر می نوشه. و قطع امعاهم، جهنمی وقتی که آب جهنم می نوشه، فقطع امعاهم، روده ها از اون قلم قلم و قطع میکنه. آیا میگی برابر با این؟ هرگز برابر نیه. در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که برای کسی که ایمان آورده، عمل صالح انجام داده، چه کار میشه؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، این نعمت ها آماده شده. در روایت ها میاره میگه جوهای بهشت لبه نداره. در روایت میاره میگه کسی نمیتونه تعریف و توصیف بهشت و نعمت های بهشت بکنه. هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی صدای حورای بهشتیار نشنیده. جوهای بهشت کناره نداره، کناره نداره. در دنیا وقتی که یک جوی آماده میشه باید کناره داشته باشه تا آب از وسط از تیر بشه. جوی بهشت کناره نداره. اونجنیه که شیرها بالاخره از داخل جو بره. خدا میدن خدا اونار از چگونه بلور ساخته، از چگونه شیشه های ساخته که عقل انسان راه نداره. اما به کی ساخته؟ برای تو مسلمان ساخته. به کی ساخته شده اینها؟ برای تو خواهر با حجاب ساخته شده. دنیا لذت از چند روزه؟ 4 روزه. شراب دنیا کسی که بخوره تبدیل به موش میشه، کسی اور نبینه، بالاخره کسی عقلی اور زایل میکنه اور تبدیل به یک دیوانه میکنه. چقدر واقعا الله سبحانه و تعالی این نعمت‌ها در بهشت آماده کرده. ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. و وقت تخت در سوره واقعه باز میخوانیم ان شاء الله، متکئین علی رفرف یا حور مقصورات فی الخیام، که ان شاء الله بیشتر باز در اونجا بحث نعمت‌های بهشت توضیح داده میشه. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، هرگاه روزی داده شوند از می بهشت، من ثمرة الرزق، از میوه های گوناگون، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. چی گفته میشه؟ پیشتر ما از این خوردیم. چند توجیه داره. در بهشت وقتی که انسان بهشتی برای از او طبق انگور آورده میشه، عنب، میگه خدایا من در دنیا عنب انگور خورده بودم، من در دنیا انار خورده بودم، من در دنیا فلان میوه خورده بودم، این که میوه دنیا هست. الله میگه نه، این فقط مشابهت داره، تو استفاده بکن، بخور. وقتی که میوه استفاده کرد، اینجا و اوتو به متشابه، فقط رنگی و چنین بود اما طعم چقدر فرقه. مثل بعضی میوه های مصنوعی که پلاستیکی در دنیا ما و شما میبینیم، یک خوشه انگور پلاستیکی در مقابل این خوشه انگور که از باغها آورده میشه، چقدر فرقه؟ خیلی فرقه. میوه دنیا در مقابل میوه بهشت، تمام میوه دنیا پلاستیکیه، مصنوعیه. خدا بهتر میدانه که چگونه میوه هست، چگونه میوه. در روایت ها میاره که میوه بهشت لازم نیه که اور بجوی، یک زحمت میشه. اگر خواسته باشی به دهن بگذار، آب میشه. اگر باز خواسته باشی که دندان تو تا اندازه حرکت کنه، خود در داخل دهن کمی سخت‌تر میشه.
ولی کل آبه، خسته نداره بیرون پرتو کنی، پست هم نداره که اور پست کنی بالاخره سلط آشغالی باشه و اینها باشه. چنین هم نیه که زحمت بشه. در روایت ها میاره میگه وقتی سر انسان گذاشته، وقتی یه حرفا گفته میشه شما بگیم سبحان الله سبحان الله. اینا به کی؟ الله به اینا احتیاجی نداره، همه برای تو انسان آماده شده. وقتی میگه بهشتی سر گذاشته داره، چشمی و مفته که در درخت که به به چی انارهای زیباییه، همین که آرزو میکنه فوراً اتومات شاخه میایه پیشش. زحمت نشه که استاد چی دست دراز کنی. دست دراز کردن و به اصطلاح ما و شما تا اندازه زحمت داره. نه، نشستهی دست تو میرسه، سرگذاشتهی دست تو میرسه. کل ما رزقوا منها. یک توجیه مفسرین، بعضی دیگه از مفسرین میفرماین، میگن وقتی که عنب، انگور یا انار یا بالاخره هر نوع میوه‌ای که گفته شده وقتی که آورده میشه، وقتی که انسان بهشتی از این میوه استفاده میکنه، دوباره میگه ای الله من هوس کرد دیگه انگور، باز انگور میآیه. مثلا انگور لال میآیه، میگه ای الله من پیشتر از این انگور در بهشت پیشتر از این استفاده کردم. الله سبحانه و تعالی میگه نه و اوتوا به متشابها، این همرنگ از اونه، تو بخور. سبحان الله، این دیگه طعمی داره. همین بهشت ابدالابده. اگر تامو ابدالابد تنها انگور بخواهه، یکی از یکی دیگه مزهش بهترتر و بهترتره. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. خب این میوه های رنگارنگ، این جوی عسل، این جوی نهر از شیر، اینها خوب استفاده که بشه، اما کسی نباشه که برایش گفته بشه کلمینی کلمینی. یا اصلا را می انسان بخوره، ولی کسی نباشه که با او راز دل کنه، با او بنشینه، با او پایین شه بالا شه. اگر نباشه خیلی سخته دیگه. خوب از میوه هم استفاده کنه و همه گپا، اما الله میگه ای انسان دیگه چیزا هم هست. ولهم فیها ازواج، در بهشت زوجهای. ای جواناخور محکم کنی، اینجا زوج نماده، ازواج آماده. زوجهای 70 تا حوره. فقط محکم کن خور در دنیا که چه کار کنی چشم تو به حرام نه، پای تو برای حرام نره. همه این نعمت ها برای تو چه کار میشه؟ آماده میشه و آماده شده. ولهم فیها ازواج، زوجهای. سوال خلق میشه. چند وقت پیشم سوال کرده بودن، یکی از برادرها سوال کرده بود خب برای مردها ازواج حور داده میشه، برای زنها چی داده میشه؟ خب برای زنها دیگه تو جوان مسلمان بس دیگه، کفایت دیگه. هر زنی در بهشت چه کاره؟ برای از او شوهر از او میرسه. اما زنهایی که از دنیا مجرد رفته باشن، مردها هم به متعداد مجرد رفتن. خدای تبارک و تعالی چه کار میکنه؟ اونا رو به هم دیگر میرسانه. زن در بهشت چنان زیبایی پیدا میکنه که باز مرد طرف حور نگاه نمیکنه. حورای بهشت خدمه یان، فقط خدمت میکنن، ولی زن و مرد مسلمان در بهشت کیف میکنه. جای کیف و استراحت و عشق و اینها در بهشت. ولی در دنیا 4 روز متوجه باش، فقط چند روز دنیا به عبادت الله سپری کن. با عبادت خود انسان باید مغرور نشه. بهشت در باید از چی طلب کنیم؟ فضل الله سبحانه و تعالی. ولهم فیها ازواج، در بهشت زوجهای. خب اینا چگونه زوجهای؟ مطهره، زوجای پاکیه. چنین نیه که خلاصه چشمی و آب بده، از چشمی و آب بریزه، از بینی و آب بریزه. چنین نیه. هم
صورت داره و هم سیرت. در دنیا اگر کسی یک زن زیبایی داشته باشه، خیلی صورت داره، خیلی زیبا باشه، ولی وقتی که با او روبرو بشه شروع کنه به حرفهای زشت گفتن، زن بشه و هر حرف زشت بگه، آیا این زندگی خوشاینده؟ نه، خوشایند نیه دیگه. این زیبایی که صورت باشه و سیرت نباشه، اخلاق نباشه، آداب نباشه، فایده نداره. اگر زن صورت نداشت و سیرت داشت، اخلاق داشت، خیلی خوبه، خیلی خوبه. اما چی خوبه که صورت و سیرت یک جا باشه. ازواج بهشت مطهره، پاک. مردان بهشت هم در بهشت پاکن. وقتی که ما یک ضربه زنها میگیم، از مردها هم باید اشاره کنیم. مرد بهشتی هم چنین نیه که دهن از یک دم بوی نسوار بده، یک دم بوی سیگار بده، چنین نیه. مطهره، پاک. ازواج مطهره. خب یک نفر یک باغی داره، دعوت میکنه، صبح دعوت میکنه به باغ، میوه های رنگارنگ. خب ازواج مطهره، خب پاک، خب لحظات شادی و استراحت و اینها، ولی به این فکر باشه که دیگر ما از باغ دیگه بیرون میشم، نه زنیه، نه باغیه، نه میوهیه. خیلی خوشایند نیه. ما و شما که در دنیا همین مجردی که به یک جایی به تفریح بریم چی میگیم؟ میگیم میگذره. دنیا چه کارم؟ میگذره. میگه یک پادشاهی بود، به وزیر خو گفت که تو برای من یک انگشتری بساز که من طرف از اون نگاه کنم، خیلی که شاد بودم نگاه کنم غمگین شم، و خیلی که غمگین بودم نگاه کنم شاد شم. وزیر گفت عجب، این به من پادشاه چی گفته؟ من چیکار کنم؟ این انگشتری که شاد باشه نگاه کنه که غمگین بشه و غمگین باشه شاد بشه. آمد و بالاخره پادشاه گفت اگر چنین چیزی تیار نکردی میفهمی که دستم دیگه خب روه، کارتو تمام. میگه بعدن ای آمد و به خانه بسیار پریشان و اینها، با زن مشوره کرد. زن عقل و فکر از این کار کرد، در اینجا مشوره داد و بالاخره گفت که ایکو کاری نداره، برو یک انگشتر بساز روی و بنویس که میگذرد، برو به پادشاه تقدیم کن. رفت انگشتر و پادشاه داد. پادشاه تعجب کرد که چی تیار کرده. خیلی جالب بود. لحظه ای که پادشاه میرفت به شکار و خیلی شاد و مسرور و خیلی خوشحال بود، همین طرف انگشتر که نگاه میکرد که میگذرد، شادی تیر میشه. پادشاه غمگین میشد. باز لحظه ای که خیلی غم داشت که میخواست دیوانه بشه، طرف انگشتر نگاه میکرد که میگذرد، باز خوشحال میشد. یعنی غم دنیا هم تمام شدنیه، شادی دنیا هم تمام شدنیه. این نعمت بهشت، این جوهای شیر و عسل مصفا و این ازواج مطهره، اینا چیه؟ و هم فیها خالدون. اینا همیشه در بهشت هست. همیشه در بهشت پیری نیه، غم نیه، اندوه نیه، در بهشت مشکلات نیه. در بهشت چیه؟ ولکم فیها ما تشتهی، آنچه که نفسها اشتها داشته باشه در بهشت هست. نزلا من غفور رحیم. مهمانیه بهشت، مهمانیه. این مهمانی از جانب کینه؟ از جانب نزلا من غفور رحیم، از جانب او ذاتی که غفور و رحیمه. پس خوشا به حال تو انسانی که، خوشا به حال تو برادر و خواهری که خود را از جهنم دور میکنی و به چنین بهشت نیست. بهشت هم آماده برای انسانهای، دوزخ هم آماده به انسانهای. حالا انسانی که مسیر خود از او انتخاب کنه، طرف جهنم میره خودی او انتخاب میکنه، طرف بهشت میره خود از او انتخاب میکنه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر.
باز کفار یک شبهه دیگری وارد میکنن. شبهه دیگری که از طرف مشرکین وارد شد این بود که ای محمد تو میگی قرآن کتاب پروردگاره از جانب الله، اللهی که اینقدر همه بزرگ، اللهی که اینقدر قادر و قدرتمند، ولی این کتاب ما قبول نداریم که این کلام الله باشه. چرا؟ به خاطر که در این کتاب مثالی از ذباب آمده، از مگس آمده، مثالی از عنکبوت آمده، مثالی از پشه آمده. این کلام پروردگار نیست. الله سبحانه و تعالی جواب میده، میگه خدای تبارک و تعالی وقتی که مثال میزنه، وقتی که تار عنکبوت رو بیان میکنه، کار و برنامه شرک و مشرکین رو بیان میکنه. عبادات مشرکین مثل خانه عنکبوته. عنکبوت چگونه خانه به خود میسازه؟ با اندک بادی که بوزه تارهای عنکبوت از بین میره. میگه ابوجهل مثل عنکبوته، عبادتی هم مثل خانه ایونه، مثل خانه عنکبوته. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که هدف از این مثال ها، چرا چنین مثال های بیان شده؟ اولی اینه که به نزد الله سبحانه و تعالی جریان کوچک و بزرگ نیست. ابوجهل خور خیلی بزرگ داشت، به پیشگاه الله سبحانه و تعالی به اندازه پشی هم ارزش نداره، به اندازه مگس هم ارزش نداره. وقتی انسان ارتباطی و با خدا برقرار نشد چه کار میشه؟ خیلی پشه با ارزش تره. الله سبحانه و تعالی، رسول معظم اسلام در یک حدیثی میفرمایند که اگر دنیا به اندازه بال پشه به نزد خدا ارزش میداشت، چه کاره؟ برای مشرکین، برای کفار جرعه آبی نمیداد که بنوشند. پس در اینجا الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که الله ترک نمیداد، ترک نمیکنه که این مثال ها به واسطه اینه که انسان های به وسیله این مثال ها هدایت میشن و انسان های هم گمراه میشن. مثلا مشرکین یک اعتراضی قبلا کردن که ما این کتاب را قبول نداریم، خلاصه این کتاب کلام پروردگار نیه و این کنتم فی ریب مما نزلنا. جواب چی داده شد؟ جواب حکیمانه داده شد. جواب حکیمانه امینه که بیاد دلیل خور بگذار، دلیل بیاد. اما اگر به جواب حکیمانه طرف نفهمید، جواب حاکمانه داده میشه. جواب چی؟ جواب حاکمانه. مثلا یک شیخی، یک استازی عصا به دست داره، طالب میای پرسان میکنه جناب استاز یا ای استاز این چیه به دست شما؟ میگه این عصاییه، این عصاییه، این به دست خود میگیرم تا ای که استاد میشم و بالاخره یا به وسیله از یک برگ درخت ارتکان میدم. خلاصه یک کمکیه برای من. باز چند دقیقه که تیر میشه، باز این طالب نافهم چکاره؟ باز میگه استاد این چیه به دست شما؟ دوباره پرسان میکنه این چیه؟ استاد قریو میگیره دیگه، پیشتر جواب حکیمانه داد، حالا دیگه نیاز به چیه؟ به جواب حاکمانه. استاد میگه ایر گرفتم که من دماغتو بزنم که دماغتو راست شه. این جواب چیه؟ جواب حاکمانه. در اینجا مشرکین پیشتر هم اعتراض کردن و این کنتم فی ریب، الله جواب حکیمانه داد. در اینجا الله سبحانه و تعالی جواب حاکمانه میده. باز مشرکین گفتن ما این قرآن را قبول نداریم، از ذباب و مگس و عنکبوت و از پشه و اینا. میگه الله سبحانه و تعالی میگه من این مثالا را بیان میکنم، یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، تا بسیاری به وسیله این مثال ها گمراه میشن، بسیاری هم هدایت میشن. این آیه این چنین اشاره داره. جواب شبهه دیگر مشرکینی که پیش کردن جواب میده. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا. هر آینه الله سبحانه و تعالی
ترک نمیدهد، ترک نمی کند ان یضرب مثلا، این که بیان کنه مثال را، ما بعودتن مثال پشه باشه، فما فوقها یا از پشه چی باشه؟ در جثه خود ضعیفتر باشه. فما فوقها از حالت ضعف و تحقیر و اینها نشان میده. مفسرین میگن بال پشه مراد هست. فما فوقها فاما الذين آمنوا، پس کسانی که ایمان آوردن، فیعلمون انه الحق، میدانن که از جانب الله. اگر در قرآن بحث ذباب، بحث مگس، بحث عنکبوت، بحث پشه بیان شده، این کلام الله است. فیعلمون انه الحق من ربهم، ای از جانب پروردگار ایشانه. اما اعتراض کننده ها و اما الذین کفروا، کسانی که کفر و کافر شدن، فیقولون، اینا چی میگن؟ میگوین ماذا اراد الله بهذا مثلا، خدا چی اراده داره که چنین مثال هایی را آورده؟ الله جواب میده یضل به کثیرا، منظور اینه که گمراه میکنه به این مثال ها بسیاری را، و یهدی به کثیرا، و هدایت میکنه و راهیاب میشن بسیاری به وسیله همین مثال ها. و ما یضل به الا الفاسقین، گمراه نمیکنه به وسیله این مثال مگر چی؟ مگر فساق. فاسقا گمراه میشن. فاسق چی کسیه؟ کسی که از حدود انسانی بیرون بشه او میگن فاسق. کسی که نافرمانی الله رو بکنه، کسی که اوامر الله رو بجا نکنه و نواهی ترک نکنه، یعنی دستورات الله رو اجرا نکنه، او میگن فاسق. یعنی چی؟ یعنی کسی که از حدود انسانی بیرون بشه. فاسق چی صفاتی داره؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، آنانی که ینقضون میشکنن عهد را با خدا من بعد میثاقی، بعد از اینکه عهد بسته بودن. همه انسان ها در روز الستو بربکم با الله عهد بسته، همه ما و شما. الله در روز اول همه ما خلق کرد، گفت الستو بربکم، آیا نیم پروردگار شما؟ انسان ها گفتن قالوا بلا، چرا پروردگار ما هستی، پروردگار ما هستی. خب وقتی که این انسان ها عهد و پیمان بسته کردن که الله رو به یگانگی بشناسن، اما انسان های پیدا میشه عزیر ابن الله میگه، مسیح ابن الله میگه، انسان های پیدا میشه به خدای تبارک و تعالی شریک قائل میشه. این انسان ها چی هن؟ اینها کسانی هن که از حدود انسانی بیرون شدن. دیگه صفت فاسق چیه؟ و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنن به او چیزی که الله امر کرده به او که چکار کن؟ ان یوصل، این که پیوند داده بشه. الله امر میکنه به وصل، ولی او چکار میکنه؟ او قطع میکنه. ارتباط خود با الله قطع میکنن. گناه و معصیت ارتباط انسان را قطع میکنه با ذات اقدس الهی. گناه و معصیت میکنن. ارتباط باید با رسول الله صلی الله علیه وسلم برقرار باشه. باید انسان خور وصل کنه به سنت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. ولی فاسقین چکار میکنن؟ خور جدا میکنن، قطع میکنن. بعضی دیگه از مفسرین میفرماین الله دستور میده که شما چنگ بزنیم، خور وصل کنیم به قرآن. انسانهای فاسق از قرآن و احکام قرآن خور جدا میکنن. و همچنین بعضی از مفسرین میفرماین الله دستور داده به صله رحم، ولی انسانهایی که اونها فسق و فجور از اونها جامعه گرفته باشه چکار میکنن؟ صله رحم را قطع میکنن. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. دیگه چی عمل دارن؟ و یفسدون فی الارض، فساد میکنن در روی زمین. فساق در روی زمین فساد میکنن. فساد چگونه هست؟ و یفسدون فی الارض، فساد به دو قسمه، فساد سوریه و فساد معنویه. فساد سوری صورتهای مختلف داره، مثل دعوت دادن مردم به طرف شرک، به طرف کفر، به طرف بداخلاقی. اینا چیه؟ اینها فساد سوریه. اما فساد معنوی دامنه گسترده داره، دامنه وسیع داره. فساد معنوی مثل چی؟ مثل رادیو، تلویزیون،
مثل مطبوعات، اماکن تفریحی، ادارات دولتی، اینها رو باید متوجه باشیم. اگر یک رادیو درست و صحیح اداره نشه، این چه کاره؟ این ترویج میده فساد، یفسدون فی الارض. اگر کنترل شد رادیوی زیبایی میشه. ما و شما نداریم در این شهر رادیوی قرآن، چقدر رادیوی زیبایی هست، رسانه های اسلامی و بالاخره تلویزیون اگر کنترل نشه چه کار میکنه؟ جامعه رو به فساد میکشانه. همچنین مطبوعات و اماکن تفریحی، حالا تفریح رفتن هیچ مشکلی نداره، انسان میره لحظاتی در یک پارک در جای سرسبزی می نشینه، اما اگر در او تفریحگاه، در او اماکن تفریحی اگر کنترل نشه چه کار میشه؟ و یفسدون فی الارض، زمینه فساد را فراهم میکنه. همچنین ادارات دولتی، ادارات مسئولین، ما و شما وقتی که میگیم و یفسدون فی الارض، فساد میکنن در روی زمین، با مجردی که فساد مد نظر داریم یا اسم فساد میگیریم فوراً چند موضوع میآید امر ما، نعوذ بالله، مثلا زنا، لواطت، اینها میگیم فساد، خونریزی. و یفسدون فی الارض، فساد گفتیم که فساد معنوی دامنی از خیلی وسیعه. یک برادر میآیه میگه در محله، در فلان محله فسادخانه، اما این باید متوجه باشیم در هر اداره که رشوت داخل بشه، او اداره وقتی که فاسد شد او چی میشه؟ فسادخانه میشه. کسی که در اداره که فساد باشه و او رشوه بگیره و رشوت بده، اونجا چه کار شد؟ او خانه فساد شد و انسانهای مفسد هم در اونجا گرد هم جمع میشن. پس در این قسمت خیلی باید متوجه باشیم. امروز چقدر فریادهای فساد اداری سر داده میشه. اگر 4 نفر مسئول پاک هم در ادارات ششته باشه، آبرو از اونام به کنار تعداد کثیری که ادارات را فاسد کردن، نام از اونام بد، اونها هم کار کردن نمیتونن. داریم مسئولین پاک هم داریم در ادارات پاک نشسته‌اند، اما خیلی کم. پس وقتی میگیم فساد اداری که میگیم، هر اداری که در اونجا رشوت بود اشاره میشه که آنجا فسادخانه، اونجا فسادخانه، اسم از فسادخانه دیگه. فساد وقتی که شد، وقتی که منابر، همین منبر جای پاکیه، اگر منبر انسان نشست حق خدا رو پوشید، احادیث رو بالاخره قطعی کرد و به نفع دشمن ایر توجیه کرد و خدا رو از خود ناراض کرد و دشمن راضی کرد، خب منبر چه کار میشه؟ فاسد میشه. پس وقتی منبر فاسد شد تبدیل به یک فسادخانه میشه. به این واسطه علما میفرمایند که فساد معنوی خیلی دایره وسیع داره. اگر معلم رفت سر صنف استاده شد و شاگردار درس بد اخلاقی داد، فساد چه کار میکنه؟ ترویج میده. وقتی معلم عقیدی و فاسد بود، برنامه‌ای و فاسد بود، چه کار میکنه؟ اخلاق فرزندار فاسد میکنه، صنف تبدیل به یک فسادخانه میشه. اگر در مکاتب معلمین با تقوا و با خدا نباشن، مکتب چه کار میشه؟ به فساد کشیده میشه. پوهنتون اگر انسانهای شایسته سر کار نباشن، پوهنتون آهسته آهسته کشانده میشه به یک فسادخانه. مثل که امروز بارها و بارها گفتیم که پوهنتون تبدیل به فشنتون شده. خوربا سویه فشن میکنه میره بالاخره به پوهنتون، خوربا سویه فشن میکنه میره سر صنف. کسی هم نیا پرسان کنه که تو خواهر مسلمان برای فرزندا درس آرایش میدی یا درس که برای تو وضع شده. پس باید خیلی متوجه باشیم که فساد معنوی که یکی از علامتها و نشانها و اوصاف فاسق اینه که و یفسدون فی الارض، در روی زمین فساد میکنه. فساد معنوی دامنه وسیع داره.
اگر کسی مفتی میشه به یک جای فتوای خلاف شرع میده قصدن، البته اگر سهون که کسی سهو میشه او مشکلی نیه، انسان مفتی بوده تلاش خور کرده کوشش خور کرده سهون از پیش فتوای صادر شده مقصر نیه، ولی باید تلاش خور بکنه. اما کسی قصدن یک فتوای غلط میده، همین فتوای غلط باعث چی میشه؟ باعث فساد میشه در روی زمین. کلان منطقه در منطقه، وقتی منطقه میگیم از رئیس جمهور گرفته تا ارباب منطقه، هر منطقه یک است، باید خیلی متوجه باشه که اگر نیتها خدایی نبود، برنامه ها خدایی نبود، وقتی بزرگ منطقه نیت از او نیت خدایی نبود، حرکت از او حرکت خدایی نبود، در منطقه فساد ایجاد میکنه. وقتی در منطقه فساد ایجاد شد مشکلات گوناگونی میآید. و یفسدون فی الارض، منافقین اینه که عهد خدا را شکستن و میشکنن، ارتباط خود را با قرآن و با خدا و با دین و بالآخره سله رم و اینها را قطع میکنن. و یفسدون فی الارض، در روی زمین فساد میکنن. اولئک هم الخاسرون، انمینا دیگه زیانکارانن. کی زیان کرده؟ کسی که عهد خود با خدا بشکنه. کدام شخص زیان کرده؟ کسی که ارتباط خود با الله قطع کرده. کی زیان کرده؟ کدام شخص؟ کسی که در روی زمین فساد میکنه، هر نوع فسادی که باشه. این انسان چه کاره؟ اولئک هم الخاسرون، این انسان در زیان هست. کیف تکفرون بالله، چگونه کافر میشوید به خدای تبارک و تعالی؟ الله را شناختید، نعمتهای الله را شناختید، قدرت و قوت الله را شناختید، چگونه چه کار میکنید؟ کافر میشوید و انکار میکنید. چگونه پیامبر الله را انکار میکنید؟ چگونه کتاب الله را انکار میکنید؟ کیف تکفرون بالله. ابن کثیر در کیف تکفرون چنین تفسیر کردن که کیف تعبدون معه، وقتی الله را شناختی که اللهی که با این عظمت و بزرگیه، چرا در کنار الله دیگر را عبادت میکنید؟ کیف تعبدون معه، چگونه عبادت میکنید به همراه الله؟ چرا الله را به یگانگی نمیشناسید؟ مخاطب میکنه آنهایی که برای خدای تبارک و تعالی شریک قائل شدن. و کنتم امواتا، حالا که شما بودید مردگانی، فاحیاکم، پس الله شما را زنده گردانید. ثم بعد از آن یمیتکم، باز میمیراند شما را. ثم یحییکم، باز زنده گردانید شما را و زنده میگرداند شما را. ثم الیه ترجعون، به سوی خدا چه کاره؟ برگردانده میشوید. در این آیه الله سبحانه و تعالی چند حالت انسان را بیان میکنه. ای انسان، هیچ نبودی، مرده بودی، خدای تبارک و تعالی تو در بطن مادر و در دنیا چه کار کرد؟ زنده کرد. در بطن مادر زنده شدی، به دنیا آمدی، انسان شایسته دارای عقل و کمال شدی. خب فاحیاکم، الله سبحانه و تعالی بعد از اینکه شما مرده بودید، هیچ چیزی نبودید، شما را فاحیاکم در بطن مادر و در دنیا زنده کرد. ثم یمیتکم، باز شما را میمیرانه. ثم یحییکم، باز شما را الله زنده میکنه در عالم برزخ. حیات برزخ نه مثل حیات دنیای و نه مثل حیات آخرت، بلکه چیه؟ عالم برزخ تکمیل کننده دنیا و مقدمه آخرت. الله سبحانه و تعالی در عالم برزخ انسان را زنده میکنه. ثم الیه ترجعون، باز بعد از آن به سوی او چه کار میشید؟ روان میشید. صحرای محشر، با آن صحرای محشری که 50,000 ساله، الله سبحانه و تعالی میگه باز پس رجوع تو به سوی منه. در اینجا الله سبحانه و تعالی حالت انسان رو بیان میکنه که ای انسان، حیات تو، ممات تو، زنده شدن بعد از مرگ تو، همه به ید بلا کیف اللهه. پس چرا میری دیگه دروازه در میزنی؟ کیف تعبدون معه، پس چگونه عبادت میکنید به همراه از او دیگر را؟ هو الذی، وقت ما رو به اتمام سریعتر میگذاریم، هو الذی، او ذاتی که خلق کرده برای شما ما فی الارض جمیعا، آنچه که در زمین همه را،
همه را الله سبحانه و تعالی برای کی خلق کرده؟ برای تو انسان. او ذاتی که خلق کرده لکم برای شما، برای انسان، ما فی الارض جمیعا، آن چه که چیه در زمینه، هر چی که در زمینه همه الله سبحانه و تعالی به خدمت انسان آفریده. انسان باید چه کار کنه؟ باید تلاش کنه، باید زحمت بکشه. خدای تبارک و تعالی از انسان تنبل خوشی نمی آیه، از انسان هایی که تنبل باشه در تمام عرصه ها، چی تنبل در عرصه اقتصاد باشه، تنبل در عرصه علم باشه، در تمام عرصه ها، در عرصه عبادت باشه، الله از تنبل خوش از اون نمی آیه و تنبل دوست نداره. به اینجا الله میگه او ذاتی که خلق کرده برای شما آنچه که در زمین همه برای شما خلق کرده. اما بعض انسان ها چه کاره؟ بعض انسان ها خور به یک گوشی میندازن، من ملنگم. عجیبه. یکی از دوستا میگفت که میگه ملنگم 20 من بار به کفتی نه، باز میگه ملنگم. 20 من بار ار میبوری چیگونه لنگی دیگه. الله سبحانه تعالی انسان را خلق کرده که انسان تلاش کنه، انسان زحمت بکشه در تمام عرصه ها. حضرت مولانا داستانی دارن، میگن که روزی شخص متوجه شد که یک ربای نه دست داره نه پا داره در گوشه افتاده. فکر کرد گفت خدایا این ربای بی دست و پا رزق و روزی بری از این چگونه میرسه؟ این چگونه روزی داده میشه؟ میگم متوجه بود که ناگهان دید که یک شیر آمد آهوی شکار کرد و به اندازه‌ای که ضرورت داشت خورد و به این نزدیک همین ربای بی دست و پا نیمکاله آهور رها کرد و رفت. این ربا همیت قلزده آمد و متباقی آهور خورد. بعدن حضرت مولانا میگه برو شیر درنده باش ای دغل، برو حرکت بکن، میانداز خود را چو روبای شل. خور به یک کلم ننده، اگر به یک کلم انداختی مگر پسمانده شیر را بخوری. حرکت کن، تلاش کن، زحمت بکش. کار کردن برادرها عیبی نداره. بعض انسان ها از کار ننگ میکنه، کار عیبی نداره. بعض انسان ها بیکار میگرده ولی نمیره حمالی نمیکنه، نمیره یک چرخی برای خود داخل بازار باز نمیکنه. بیکاری ننگه، چرخ داشتن و بساط داشتن و کار کردن و حمالی اینها ننگ نیه. بیکاری ننگه. بزرگترین عیب برای انسان بیکاریه، ولی انسان کارگری کنه. رسول معظم اسلام از راه تیر شدن، چند نفر کارگرا در هوای گرم کار میکردن، بعد آمدن دیدن که کفای دست از اینا آبله شده، دست از زیر گرفتن، گفتن که این دستیه که خدا و رسول دوست داره. تکبیر! نگفتن که انسانی که برقرار به یک سایه یخی قرار خورد دراز کشه، عقلم داره، فکرم داره، توانم داره، قوتم داره، بعد از این خور به یک گوشی بندازه. مولانا میگه برو شیر درنده باش ای دغل بازی نکن، من توان ندارم، قوت ندارم، بالاخره نه، حرکت کن. تو حرکت کن الله برکت میاره، تو تلاش کن الله سبحانه و تعالی دروازه های خیر و برکت برای تو باز میکنه. میانداز خود را چو روبای شل. پس در از این قسمت عموم برادرها، برای مرد هیچ کاری که به شرط خلاف شر نباشه عیب نیه، کار کنه. برادرهایی که سرک جارو میکنن هیچ عیبی نیه. شر نیازه که شر باید صفایی داشته باشه، ولی از همون درک امرار معاش میکنه، هیچ مشکلی نیه. کار تو کار مبارکیه برادر. اگر سرک جارو میکنی، اگر یک برادر مثلا وظیفه داره، همین تشنابای مدرسه خب وظیفه داره، تشنابر پاک و پاککاری و نظافت، بر علاوه که این کار زیباییه،
از راه حلال امرار معاش میکنه عبادت هم هست. پس برای مرد کار عیبی نیه. اینجا الله میگه او ذاتی که خلق کرده برای شما ما فی الارض، آنچه که در زمین جمی همه. ثم بعد از آن استوا، قصد کرد الی السماء، به سوی آسمان، فسواهن سبع سماوات، پس برابر کرد این چی؟ آسمان، سبع سماوات، 7 آسمان. و هو بكل شیء علیم، خدای تبارک و تعالی ذاتیه که به هر چیز دانایه، به هر چیز دانایه. پس انسان باید تلاش کنه. ای انسان، آنچه که در زمین به خاطر تو خلق شده، معادن به خاطر تو نه، کشف معادن به خاطر تو نه، استخراج معادن به خاطر تو نه، اینا همه به خاطر تو نه. این معدن هایی که امروز بیرون میشه که اگر طلای، نقره، آهن، میس، اگر دیگه بالاخره هر آنچه که هست، معدن های امروزی که در کشور من و تو در حالت استخراج هست و بالاخره اینها بیرون میشه، اینها همه به خاطر رفاه و آسودگی تو انسانه. در دنیا آسودگی کن، راحتی داشته باش، ولی خدا را فراموش نکن. خوب بخور، خوب بپوش، خوب بنوش، خوب زندگی کن و پروردگار عالم رم خوب عبادت کن. اگر خوب خوردی و خوب نوشیدی و خوب پوشیدی و در دنیا هم مست و خرامان گشتی و هیچ توجهی هم به عبادت نداشتی، اینجی اولئکم الخاسرون، خسرت دنیا و الاخره میشی. از خوردن و نوشیدن و اینا میبینیم الله میگه کلوا من الطیبات، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، ادامه میگه اسراف نکنید. کجا از خوردن و نوشیدن و از پوشیدن و از اینها منع شد؟ صحابه آمد به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله دوست دارم کفش نو بپوشم، دوست دارم لباسی نو بپوشم، آیا این گناه داره؟ گفتن نه خیر. گفت آیا این کبر میشه؟ گفتن نه خیر. فرمودن الکبر بطر الحق و غمط الناس، ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیبایی دوست داره. لباس تو زیبا باشه، کفش تو زیبا باشه، ولی عبادت تو هم زیبا باشه. عبادت مهمه. کفش و لباس هر قدر زیبا باشه خیلی مهم نیست. لباس جولیده باشه، مو جولیده، لباس کهنه، کفش کهنه، ولی عبادت زیبا انسان خوشبخت دنیا و آخرت میکنه. پس به اینه که و هو بكل شیء علیم، خداوند دانای به هر چیز، به هر حال خدا میدانه، از دلها آگاهه. پس خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده که الله سبحانه و تعالی درست و صحیح عبادت کنیم، شرک و بدعات و خرافات از زندگی و جامعه خود دور بسازیم و همه ما توحید، یکتا پرستی، موحد، بالاخره یکتا پرست در دنیا زندگی کنیم که توحید که انسان خوشبخت دنیا و آخرت میگردانه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليك. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين واشف أمراضنا وأمراض المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين. بار الها پروردگارا ساعتها اینها بندگان تو هستند که در خانه تو و به خاطر فهم کلام تو حضور پیدا میکنن و به خاطر سجده تو را سجده میکنن. خدایا پروردگارا با برکت اخلاص این عزیزان خدایا مشکلات این جمع و مشکلات همه مسلمان ها خدایا آسان بگردان. خدای جمیع مریضان را شفای عاجل عنایت بفرما. خدای جمیع اسیران را از قید اسارت نجات بده یا الله. خدایا پروردگارا تو از ما راضی باش. خدایا تو از ما راضی باش. خدایا پروردگارا ما را با ایمان زنده داشته باش، با ایمان بمیران و با ایمان حشر گردان. خدایا این جمع را در پناه اسمت داشته باش. خدای حفظ بفرما. خدایا پروردگارا خواهر و برادر ما را حفظ بفرما. خدایا پسر و دختر ما را حفظ بفرما. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتك یا ارحم الراحمین. در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است.
شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد.